من به فکرم حریف تهران پهلوان از صاحبه میدان سمندر و تهران پهلوان یک بار شما نظارت کنید که چه خیلی کمربند برای خواهد سال آینده همه چیز مهیا میکنیم پهلوان ها به هر دی پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوان ها 150 سامانی گفتی دایبر رو گوش می اندازیم سمندرف چی شد؟ دستی غالب رو بردارد تا که همه مردم بینند که غالب اون است غالب کشید از سمندرف تهران پهلوان توفه تهران پهلوان تو به هر دی پهلوان احسان خویز گرده هر دی پهلوان برای که همه روز در نوروزی حریفی برادر غیاث‌الدین پهلوان از نوحه مسا از دهه راه به هر دی پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوان 200 سامانی ما امروز همه پهلوانای ولایت جمهوری حتی از جمهوری بیرون دعوت کردیم به خاطر یک چیز پهلوانای جوان دیار ما شما بیننده یک روحیه بلند گیرنده آماده گشتینگیری شوند در حالتی که همین پهلوانای دیار ما شما نمیبینند همچنین جهان پهلوانان را یادم خلاصه نمیکنند چنانه که صاحب سخن گفته است آدمی آدم نبیند از کجا آدم شود شمع اگر آتش نبیند از کجا روشن شود ما از همین پهلوانان رو میبینند یک دلیری یک سویلی نمیشود گنده ده گردن میشکنند یا دو وقت دیر بگیرن خرافت پهلوانا و گفت دوبار گوش اندازی بیا بگه چیزی اینا کشیش میکنن به کشکار اومدی از طرف دوبار برد پهلوان یک دقیقه وقت جدا کرده شد بعد از همین دست دوباره را به زمین میگیرند امینف ملک رحمت سمندرف دم میگیرند رحمت به یک گروه تشبسکارانی که در همین خواجگی چندین ساله حرکت و غیرت میکنند که تا که نوروزی ما و شما خوشرو برگزار گردد همین شخصیت ها را از نام خودم و از نام همه مردم زرفشان رحمت میگویند به مانند نورف شکرالله امینف ملک دولت همروف عبدالغنی همروف عبدالغیاث امینف ملک رحمت ابراهیمف امید جان اسرارف میر محمد همروف عبدالنبی ریزایف شهربکو ریزایف محبت شاه باقیف نسیم جان و دیگر شخصیت ها هستند که در همین نوروزی به واسطه وقت خود را دریغ نداشته آمده حرکت میکنند که همین نوروزی ما شما باید شهرت و شهامت خوب گذارد پهلوان توش و از دهه راه حریف یاکس از تلدارک به هر دی پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوان ها 150 سامانی رحمت به همون پهلوان هایی که با توش قوازمایی میکنند بسیار غیرت دارند میدان برادران خودش علکه یک دلیری است چنانه که صاحب سخن گفته است دلیری کن که میدان از دلیر است اگر روباه چشر افتد دلیر است حلال پهلوان توشف حریف خود را مغلوب نموده آفرین امروز در نوروزی ما مهمان ها از همه گوشه کنار ولایت جمع آمدن ما همه مهمان ها را خوش آمده نور دیده تاج بر سر میگوییم چنانه که صاحب سخن گفته است از خدود مهمان پر شد کاشانه ام خانه فانوس است مهمان شمع من پروانه ام باشد که مهمان ها امروز باید حرمت بلند از سر دسترخوان ما و شما خوش آمدید کرده شوند حریف نوبتی پهلوان توشف
از دهه پلورا به فکر ما امین از دهه دهمنورا به هر دی پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوانا 150 سومونی پهلوانا التماس همین میدان خالی کنید یک نفر وارد میدان شوید میبینید که گشتینگ به هر خوشرو میشد حالا توشف احسن برای گشتینگی زیبای توشف رحمت به همه حریف توشف که حرمت کرده برامده با توشف قوازمایی میکنند ما راستی توشف حرمت برای اون میکنیم پهلوان پیش از آن که پهلوان باشد باید آداب خوب داشته باشد توشف از زمره آن پهلوان هم که به حد آداب خوب انسانی رو دارند رحمت توشف خوش آمدین نور دیدم با لباس ورزشی سفید از طرف راستی دوبر پهلوان از خواجگی حاجی امیرف حریف آن کس با لباس ورزشی کبود از صاحبه میدان به هر دی پهلوان برای گشتینگیری بود پهلوانه 100 سومونی سالهای پیشین گشتینگی تاجیکی میشد باور کنه شاگردای استاد سمندرف همه قگرد گلیم قوازمایی می آمدن که حتی بعضیشون رو بند نمیرسید برای گشتینگیری به خاطر آنکه آماده بودن استاد سمندرف به حد در گشتینگ خواجگی از گشتینگ نوحیه گفت پهلوان حریف خود را مغلوب نمودن احسن برای گشتینگ زیبایشون استاد سمندرف همه قدر مهنت کرده سهم ارزنده خود را گذاشتن که همه پهلوانای همین زرفشان در تحت نظارت استاد بودند از طرف راست دوبر با لباس ورزشی که بود از دهه پکشیف پهلوان شناخته حریف آن کس با لباس ورزشی سرخ از دهه را به هر دی پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوان 150 سومونی برد پهلوان 150 سومونی پهلوان ها حرکت کنید پهلوان ها را طرف دست راست داور نشستید التماس میدان خالی کنید یک نفر مورد میدان شوید به هم تا هم وقت میرسد هم تحفه نوروزی التماس پهلوان ها حرکت کنید بعد از همین دست دوباره را وظیفه میگیرند نورف از طرف دوباره به هر دی پهلوان یک دقیقه وقت جدا کرده شد پهلوانه وزن مرحمت حالا پهلوان از دهه پکشیف حریف خود را مغلوب نمودند احسن برای همین پهلوان امینوف همین گشتینگ تاجیکی یک دست گیرن همین پهلوان ها پهلوان از طرف چپ دوبر امانوف از صاحبه میدان حریف آن کس حریف آن کس هم از همین خواجگی به هر دی پهلوان برای گشتینگیری از حساب زمان محمد خالق برای جیانشان سیاوش 50 سومونی از حساب خزینه نوروزی 100 سومونی به هر دی پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوان ها جمع 150 سومونی
پهلوان همین طرف دست راست میدان رو و گفت دوبار گوش میاندازیم. پهلوان زمان از ساحده میدان حریف خود را مغلوب نمودن، تحفه خود را مرحمت کرده گرفت. پهلوان از طرف چپ دوبار از دهه تکشیر حریف اون کس موسایف از دهه راه به هر دی پهلوان برای گشتنگیری برد پهلوانو 150 سومانی. پهلوان رحمت از صاحبه میدان پهلوانه جوان. اکای رجب محمد ملیکوف به خزینه نوروزی یک بالوپوش خارجی تحفه کردن. احسن برای همت ولای اکای رجب محمد که تحفه خود را به این جشن نوروزی وارد نمودند. صوبیده نمیشه. زیر میکنم من نمیدارم فروزاو شده بام کشیده نمیخوام به فروزاو تبرا انت سرش دار ya sizin temene yok. Evet taş var. Bolmon diyor. Bolmon diyor kan. Bu badrek. یا حریف شون اکجا توشفا پهلوان اکجا عدش تیمیونه بریم رخیبی عدش تیمیونه رقیبی توشف اونو در میدان توشف با دهه رو و پهلوان دشت میونه با هم قوازی میکنست. احسن بازی زیباتون توشف وارد آموزشید. بهترین بازی رو نشان داده ایستاده است توشف. شاه حسین پهلوان با صحنه می‌آید. هر 3 ساعت هفره میدروی. تیز باشه. دیگه واپس نداره. توشف پهلوان توشف حریف خود را انتظار است. پهلوان نوبتی دروازه‌بان سیراغ با
صوبای میدان گل غالیبان 100 سومو میگیره حمله 4 بار پیش باش یا دست شو یا دست شو میگیره حمله این چرت بشیدن حالا کمان منصور جان برای برامون تیاری دست دادن و میونی قفصه و ست بشن تلفی مکتبه نیستیم 10 ها و غلطی دیگه برام من تمام احسن با بازی زیبایتون این بازمایی از والیبال ورزشی سیاه پهلوان از دهه پلدارک به فکر من نورو از دهه پلدارک حریف اون کس از دهه رو به هر دی پهلوان برار گشتین گیری اکبر خواهی با خیلی بیرون شکنه چوکر نه بازرم نگه داردشون و زرد قریب عدا شما پهلوانو به گفتی دوور گوش اندازید پهلوانو همین گردی میدان ایدونست همین میدان رو ترک کنید یک نفر وارد میدان شد وقتی نوروزی خوجگی همسایرم به پایان رسیده است روز نوروزی به حد خوب می شود پهلوانو یک نفر وارد میدان شد التباس به هر دی پهلوان برای گشتینگیری ورد پهلوانو 100 سومونی پهلوانو میدان خول نموده التماس یک نفر از طرف داور به هر دو پهلوان یک دقیقه وقت جدا کرده شد نظامی غیر از آن که دروازه‌بان بهترین ناحیه هم باز گشتینگی کمربندی هم به حد خوب میگفتن احسن برای نظامی حسابیده نمیشه هر دو پهلوان دم میگیرن پهلوانای وزنین مرحمت آماده گشتینگیری بازی دوران گشتینگی کمربندی وزنین نورو با لباس ورزشی خاکستران از دهه پلدارک حریف اون کس از دهه رو به هر دو پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوانو 100 سومونی با گفتی دوبار گوش بندازید یه معنا بری کنت خبگام نزده نورو در حالتی که دست سر میتیم همه پهلوان میمبد مغلوب حسابی دست آخران به هر دی پهلوان برای گشتینگیری و خاکستر رنگ دست مون بزم غلطم نکرد بخشیش آجی بخشیش بزم غلطم نکرد پهلوان حرکت میده حساب دوری میدان به هر دی پهلوان یک دقیقه وقت جدا کرده شد